فیلم‌ها یه راه خوب واسه گذروندن وقت و سرگرم کردن ما هست و چقدر خوب میشه که اون فیلمی که ما واسه سرگرم شدن انتخاب میکنیم بازیگرش ادای نقششو در نیاورده باشه و اونو به نحو احسن اجرا کرده باشه. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال سینا مووی خوش اومدید. امروز می‌خوایم چند تا از این نقشای واقعی رو ببینیم که بازیگرای اونا نه تنها نقششون رو بازی نکردن بلکه ریاکشن واقعیشون رو دوربینا ضبط کردن. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه ویدیو رو لایک کنید به من انرژی میدید که ویدیوهای بیشتری واسهتون بسازم. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me, and it will then take me time to get back to where I was. Understand? Yeah. فیلم شاینینگ ساخته استنلی کوبریک یه فیلم ترسناک واسه ما و ترسناکتر از اون واسه بازیگراش، مخصوصا شلی دوال. تو طول فیلم جک نیکلسون حتی توی پشت صحنه هامون رو اذیتش میکرد و استنلی کوبریک عوامل پشت صحنه رو تشویق میکرد که به اون بی‌محلی کنن و اذیتش کنن و چیزایی که میخواد و بهش ندن که واقعا احساس تنهایی و ترس کنه. اگه بخوام یه مثال از اذیت کردن شلی دوال بزنم، استنلی کوبریک اونو مجبور کرد که سکانس بیسبال رو 127 بار تکرارش کنه. باورتون میشه 127 بار یه سکانس. یه نکته هم بهتون بگم که این فیلم رکورددار پرتکرارترین برداشت یک صحنه تو گینسه. ما که برداشت‌های اولش رو ندیدیم ولی چشمای پف کرده و قرمز اون نشون دهنده واقعی بودن بازیشه. چیزی که خودش میگفت این بود که 12 ساعت تو روز واسه این فیلم گریه میکرد و حتی بعد از تمام شدن فیلم برداری‌ها چند ماه افسرده بود و زمان زیادی برد که افسردگیشو پشت سر بذاره و تبدیل به آدمی بشه که قبل فیلم برداری بود. فیلم ولف آف وال استریت یه فیلم با بازیگری خیلی قویه که حاصلش واسه لئوناردو دیکاپریو یه بار دیگه نامزدی اسکار شد که متاسفانه اونو برنده نشد. یکی از شخصیت‌های فیلم که بیشتر به چشم میاد مارک هانا بود که متیو مکانایی بازیش کرده. این فیلم سکانس عجیب کم نداشت ولی توی یکی از سکانس‌ها که از بقیه یه ذره عجیب‌تر بود متیو مکانایی رو می‌بینیم که داره به سینه‌اش میزنه و میگه که اون بعدن توی فیلم گراهام نورتون توضیح میده که این کاری که مدت‌ها قبل از فیلم انجامش میداده که هم خودش آروم کنه هم صداش آماده کنه. اون قبل فیلم برداری این کارا رو میکرده که حاضر و آماده بره جلوی دوربین و توی اون سکانس هم میتونیم ببینیم که وسط فیلم برداری به صورت بداهه بدون اینکه از قبل با لئوناردو دیکاپریو هماهنگ کنه اونو متقاعد میکنه که این کارو باش بکنه. ایتی کی داستان این موجود فرازمینی که رفیقش الیوت رو دوست نداره؟ این یه فیلم علمی تخیلیه که پر از ماجراجوییه ولی علمی تخیلی واسه ما نه واسه بچه‌ای که اون فیلمو بازی کردن. اسپیلبرگ از همه اعضای تیم فیلم خواست که با ایتی جوری برخورد کنن که انگار اون یه موجود واقعیه و همین رفتار باعث شد که این توهم از بین بره که اون یه موجود فضاییه. کسایی که ایتی رو طراحی کرده بودن همه تستای حرکتی ایتی رو قبل از فیلم برداری آزمایش میکردن که بچه‌ها چیزی از آزمایش اونا نبینن و باور کنن که اون یه موجود واقعیه و این اتفاق هم افتاد. توی یکی از سکانس‌ها وقتی درو بریمور وارد اتاق میشه اون جیغ میکشه و جیغش واقعا از ته دل بود و بازم میگم جوری این دختر باور کرده بود که ایتی واقعیه. بعد از سکانسی که ایتی میمیره دختر واقعا گریه میکنه چون باور داشت که ایتی یه موجود زنده‌ای بوده که حالا مرده. بردمن چیزی که باعث شد فیلم بردمن اسکار بگیره البته که کارگردانی و بازیگری خوبش بود ولی بیشتر از اون یه شات بلند و پیوسته بود که بدون کات و توقف تا آخرش گرفته شده. سکانسی که میگیم سکانسیه که ریگان باید در حالی که لباس زیر تنشه از این سر میدون تایمز به اون سرش بره که به ورودی اصلی تئاتر برسه. این کار اگه فیلم باشه خیلی راحت به نظر میاد چون یه سری سیاهی لشکر آدم میریزه اونجا که نقش بازی کنن و شخصی که اونجا با لباس زیر رد میشه رو مسخرهش کنه ولی چون میدان تایمز جایی نیست که بتونن به راحتی خالیش کنن تصمیم گرفتن که با همون مردم واقعی که اونجا هستن فیلم برداری کنن. فرق سیاهی لشکر با مردم اینه که یه ذره حرفه‌ای‌تر از مردم عادی هستن چون احتمال داره که مردم عادی موقع فیلم برداری ناخواسته به دوربین نگاه کنن ولی چون اونا چاره‌ای نداشتن یه گروه کوچیکی از مردم رو جمع میکنن و چند بار باهاشون این صحنه رو تکرار میکنن که اونا یاد بگیرن چجوری به دوربین نگاه نکنن و این صحنه رو تا ته این سکانس برن. شما اگه اون سکانس رو دقیق نگاه کنید کل ریاکشنایی که مردم دارن نشون میدن همش واقعیه و هیچ کدومش بازی شده نیست. This is crazy. You want me to hit you? That's right. What, like in the face? فایت کلاب
مهمترین قانون توی باشگاه فایت کلاب اینه که در موردش صحبت نکنی. حالا ما یه قانون شکنی ریز می‌خوایم بکنیم و یه ذره در موردش صحبت کنیم. اونجایی که براد پیت از ادوارد نورتون میخواد که اونو بزنه، چیزی که با کارگردان هماهنگ شده بود این بود که با مشت به شونه براد پیت بزنه. ولی دقیقه 90 دقیقاً قبل اینکه فیلم برداری شروع بشه، دیوید فینچر نورتون رو میکشه کنار رو تو گوشش میگه که به گوش براد پیت ضربه بزنه و بدون اینکه به براد پیت بگه فیلم برداری شروع میکنن. واکنشی که براد پیت نشون میده کاملا واقعیه و بدون اینکه کات بزنن و باهاش هماهنگ کنن این واکنش رو ازش گرفتن. Mother! You hit me in the ear! Oh, do me, Yo-Yo Master! I want you to do me, 'cause you're the Yo-Yo guy! 40-year-old Virgin. اصلی ترین دلیل فروش این فیلم فقط حضور استیو کرل توی این فیلم بود. اون چند ماه قبل از فیلم برداری تمرین میکرده که تو نقش یه مرد 40 ساله‌ای باشه که واقعا هیچ رابطه‌ای تا حالا نداشت و کارگردان بهش میگه که تو که داری اینقدر زحمت میکشی موهای سینه‌ت هم بلند کن و نزنش طبیعی‌تر به نظر برسه و اونم قبول میکنه و داستان همینجا شروع میشه که میرسن به سکانس وکس. اون دراز میکشه که به خواسته خودش وکس بشه و خودش بعدن گفتش که فکر نمیکردم انقدر درد داشته باشه و کاملا راضی بودم از این سکانس. ولی بعد از کندن اولین وکس ریاکشن‌های کاملا واقعی اونو می‌بینیم. بعد از گرفتن اون سکانس تعریف میکنه که وقتی رفتم خونمون پشمای زنم ریخت منو تو این وضعیت دید. ترمیناتور 2. لیندا همینتون با بازی تو نقش سارا کانر استاندارد زنهای قوی رو توی آمریکا بالا برد و هر کسی که می‌خواست یه زن قوی جلوه کنه باید شبیه سارا کانر میشد. البته لیندا همینتون توی زندگی واقعی خودش هم یه زن قوی بود و در واقع میشه گفت اصلا این نقش رو بازی نمی‌کرد، داشت زندگیش می‌کرد. توی سکانس یکی از نگهبانا که مراقب سارا بود دستور داشت اونو کتک بزنه، ولی چون بازیگر اون نقش نگهبان میترسید که بهش آسیب برسونه همیشه خودش یه ذره عقب میکشید و این باعث میشد که اون سکانس رو دوباره فیلم برداری بکنن و توی هر بار فیلم برداری سارا با زانو روی زمین سیمانی میافتاد که باعث میشد زانوش آسیب ببینه و اون عصبانی تر بشه. واسه همین بعد از اینکه اون سکانس تموم میشه سارا کل عصبانیتش رو جمع میکنه یه جا و وقتی که میخواد فرار کنه با یه چماق چوبی از خجالت اون نگهبان در میاد و بازم میگم ضربه‌ای که به اون نگهبان میزنه کاملا واقعیه. ویلی وانکا اند چاکلت فکتوری. جیم وایلدر توی نقش ویلی وانکا بهترین بازی خودش رو به اجرا گذاشت. جوری که هر بچه‌ای که این فیلمو میدید آرزوش بود که یه بار به اون کارخونه شکلات سازی بره، حتی خود من. اولین بار ویلی وانکا تو اون صحنه که لنگ زنان جلوی در کارخونه میاد و جلوی بچه‌ها یه پشتک میزنه پشمای بچه‌ها میریزه، چون از قبل به اونا نگفته بودن که قراره یه همچین حرکتی باشه. اونا فقط فکر می‌کردن که قراره ویلی وانکا از در بیاد بیرون. یه چیز جالب‌تر این که بچه‌ها تا زمان فیلم برداری اجازه نداشتن که توی کارخونه رو ببینن و وقتی واسه اولین بار وارد کارخونه میشن پشمایی که ازشون میریزه واقعا واسه خودشونه و چیزی از این ور اون ور بهشون اضافه نشده. حتی توی اون صحنه ترسناک قایق سواری جایی که همه چی سایکدلیک تور میشه و بچه‌ها والدینشو میبینن که ویلی وانکا داره عقلشو از دست میده، پشمای والدین بچه‌ها هم میریزونه که جیم وایلدر چرا داره اینجوری رفتار میکنه. همیشه این را که همه چی به بازیگران نباید بگیم که اونا رو غافلگیر بکنیم درسته و معمولا خوب جواب میده، ولی اگه یه ذره شدتش بیشتر بشه اونا رو کاملا میترسونه. مثلا وقتی به چارلی باکت میگن که باید نوشیدنی گازدار رو بدزدی ادامهشو نمیگن که قراره جیم وایلدر عصبانی بشه و طوری که اون عصبانی میشه ریاکشنی که چارلی باکت نشون میده کاملا واقعیه و اون واقعا ترسیده بود و رنگش پریده بود. هوم الون فیلمیه که واقعا هممون باهاش عشق کردیم. حتی خود من وقتی که بچه بودم آرزو میکردم که یه بار دزد بیاد خونمون که بتونم این روشا روش پیاده بکنم و خدا رو شکر که نیومد. بچه داستان ما جو پشو اونقدر عصبی کرده بود تو طول فیلم که آخر فیلم بچه رو آویزون میکنن و تهدیدش میکنه که انگشتاتو گاز میگیرن و واقعا هم انگشتشو گاز میگیره و پوستشو زخمی میکنه. امیدوارم انگشت بچه تا الان خوب شده باشه و یادش رفته باشه. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروزمون، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون میشم کانالم سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.